واو واو. همگی با هم دست بگیریم و کیک قطع کنیم. همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. امشب با همکارم تصمیم گرفتم که یکی از هتل‌های معروف هرات را که به نام دربار یاد میشه این را به تصویر بکشیم و ببینیم داخل ازی چه خدماتیه، چه نوع غذاهایی میدن و همچنان چرا اینقدر آوازه یافته و مشهور شده. هیچ امکان نداره کاکا، موی شما سفیده. ماشاءالله. مبارک باشه. باش که چی رقم بپوشید. ما پر کار بلدیم. بدل نگه با ما اگرانه. سعی شده میتون؟ با هم میبینیم تا فضای از این خب سعی خود شما ببینیم و در کل پرسونالی رو ببینیم، غذاهای رو ببینیم، در کل ببینیم که چگونه یک هتلی هست. با ما همراه باشیم. ماشاءالله از تکنولوژی بسیار عالی و خوبی برگزاره و یک فضای کاملا رمانتیک و عالی داره. سلام، وقت بخیر. خوبین؟ صحت خوب؟ تشکر، بخیر باشین. السلام علیکم. چه احوال؟ بخیرین؟ صحت خوب؟ محترم خوبین؟ صحت خوب؟ شما خوبین؟ قربان شما، بخیر باشین. هتل شما واقعا یک آوازه بسیار قوقایی به پا کرده و ما خواستیم طی از برنامه خو هتل شما رو به تصویر بکشیم تا بیننده ها ببینن. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشین، قربان شما. اسم شریف؟ برام خدا و عرض سلام خدمت شما تمام دوستان. فیروزآباد نوزه هستم، مدیر مسئول رستوران دربار ایران. خیلی خوب، چقدر خوب که ما نخست با مدیر مسئولی از این هتل برابر شدیم. خیلی خوشحالم از معرفی با شما. اگر لطف کنین همراه ما همکاری کنین تا فضا و همچنان خدماتی که دارین، غذاهایی که به مشتریان میدین، در کل یک تصویر عمومی از این داشته باشیم. قربان شما، بخیر باشین. همراهان عزیز با ما باشین. خب مدیر صاحب، از زمان تاسیسی از این هتل که خب صحیح پرآوازه هم شده تا اکنون چقدر وقت میگذره؟ فعلا از تا اکنون 4 ماه میشه استاد جان. از تاسیس از این هتل 4 ماه میشه. بله 4 ماه میشه که جور کردین؟ بله 4 ماه میشه. بله ایده از کجا شد؟ ایده از اینا دیگه چی بگم دیگه، این بزرگوارا دوستان عزیزان دیگه میداد دادم تا فعلا ما به چیز برسیدیم. خیلی خوب. ماشاءالله همین که داخل میشید چی یک بویی، چی یک فضایی که واقعا همون که آوازه یافته و تو به اصطلاح عامیانه بگم الکی نبوده. خب واقعا یک فضای سرسبزی مجهزی خیلی عالیه. در افغانستان در هرات چنین هتل‌های واقعا کم پیداست. جناب مدیر صاحب، بیشتری خدماتی که شما اینجا برای مشتریان دارین مثلا از لحاظ خوراکی با چه خدماتی رو برای مشتری‌ها دارین؟ یعنی تا چی اندازه میتونین پاسخگو باشین برای مشتری‌ها؟ ما پاسخگو از لحاظ غذایی استاد جان زیر رستوران تا 600 700 تا 1000 نفر ما میتونه پاسخگو باشیم در هر نوع غذای. مثلا در بخش‌های داریم ما سینی‌ها داریم، سینی‌ها عربی حساب اگر ارزم بزرگ شما غذای سنتی محلی، اگر هر نوع غذایی که حساب غذای افغانی ما خدمت هستیم. خیلی خوب. مدیر صاحب، در کل شاید دیگه یک انجینرهای بسیار ورزیده‌ای برای دکوریشن از این هتل استخدام شده باشه و ایرا جور کرده باشن، درسته نه؟ بله 100% در بخش سرسبزی از انجینر صاحب هستم. دیگه از این دوستای هم کار میکنن، در همه بخش‌ها هستم. بله میشه بیننده ها ببینن فضا را، بسیار یک فضای عالی، سرسبز، پاک، مطهر. یعنی فکر کنم هیچ نوع کمبودی در این هتل ما واقعا نمیبینم از هر نگاهی، هم از نگاه نظافت، هم از نگاه پاکی، هم از نگاه سرسبزی، هم از دکوریشن بسیار عالی که طبیعت میشه اینجا احساس کنیم. واقعا در روبروی ما واقعا یک آبشاریه که در دیوار دکوریشن شده با شکل خشت و سنگ و آب و بالاخره چراغ‌های آبی. یعنی واقعا دوست داری که آدم اینجا یک ساعت ها استاد شوی و بالاخره از فضا لذت ببری. مدیر صاحب،
ایرم از اون نخست که تاسیس کرده بودیم این قسمت دکوریشن هاوس که است در کل این هم همون وقت جور شده بود. بله شروع کار از اون اول شروع شده کار آبنما. بله از اول کار شروع. یعنی تو تصور کردیم که یک روزی برف اینجا بباره نه خب اینجا سفید شه و باز هم اینجا آب بیاید. 100% کاره. یک فضای قشنگی نه؟ بله. این گلا که است در کل گلای طبیعیه نه؟ بله طبیعیه. این گلا به نام غرزاره به ایراد مشهوره. این گلا رو دیگه میشناسن خودشون واقعا در کل تمام فضای سبز که است به حالت طبیعیه. طبیعیه همه طبیعیه. هیچ کدوم مصنوعی نیست. مصنوعی نداره. اینجا پرده افتاده. چیه خیریته؟ دیگه به خاطر حجاب دیگه میفهمید که ما شما ان شاء الله یعنی شما بر علاوه از اینکه در افغانستان در شرایط فعلی خدماتی برای مردها دارین برای زنها هم دارین درست؟ 100% و به بخش جداگانه یک بخش به ما حساب بخش خانما جداه به حساب ما حجاب اسلامی همه چیز مکمل است. شما در تصویر میبینید دیگه همه چیز والا چقام و طبق حجاب. فعلا شما مشتری های زنانه فعلا دارین به بخش؟ فعلا تا هنوز نیامدن. پس قبل از اینکه ما یک سلسله محدودیت های هست و باید از امی فضا از امی صحنه استفاده کنیم تا امی قسمتی بخش زنانه از هتل دربار به نمایش بگذاریم. واو واقعا چی یک درختی و چی یک فضای بیننده‌های عزیز خیلی عالیه. واقعا وقتی که یک مکانی یک فعالیتی آوازه پیدا میکنه پس 100% یک چیزهای در او هست که ما همین اکنون بازم به یک آبشار مقبول و زیبای بازم برخوردیم که خود یک طبیعت فضای سرسبز درختی تنومند و بزرگ با یک طراحی کاملا عالی خیلی واقعا روی از کار شده. من فکر نکنم کسی به هرات بیایه و بخواه به هتل های مدرن بیایه و بالاخره دربار فراموش کنه. اینجا دربار. بیننده‌های عزیز همراه ما باشین. ما قراره که کل فضای از این هتل به تصویر بکشیم، حتی در قسمت خوراکی‌ها هم به تصویر بکشیم و یک سلسله سوال‌های خودمانی هم که داشته باشیم از مدیر صاحب پرسان کنیم و اینام چقدر خوشبختیم که همون یک اخلاقی خوبی دارن و بالاخره با ما همکارن. ما آهسته میریم سمت بالاتر بالا که تا بتونیم که فضای بالا رو هم ببینیم که چی فعالیت‌های در بالا میشه، چه خدماتی در بالا هست و با ما آهسته بالاخره همراه باشین. من در هر گزارشی که تهیه میکنم 100% از اون 0 تا 100 با شما به نمایش میگذارم. با ما همراه باشین. خب بیننده‌های عزیز ما به اصطلاح عامیانه تر بگم به طبقه دومی از بالا میشیم تا ببینیم که در این فضا چی فعالیت ها و چه خدماتی اجرا میشه. ماشاءالله. میره شما چی میگین در کل؟ آلاچق. همه آشناییم با اینام ولی جالب بزنه که این آلاچق ها به شکل سنتی و بسیار مدرن تهیه شده. من میفهمم که پشت دکوریشن از یک ایده‌ای بسیار خلاقانه بوده و هست. همه به یک شیپ و به یک اندازه میشه به داخل یکی هم بریم ببینیم. ماشاءالله قالین بسیار منظمی مقبولی بالشتکای بسیار فکسی برای راحتی مشتری که اینجا قرار بشینی همراه دوستا همراه اندوالا و بالاخره غذا فرمایش بدی با یک فضای کاملا آزاد، هوای بسیار دلنشین. میتونی اینجا بشینی لحظه غذا رو صرف کنی، لحظه قصه کنی. یعنی واقعا فکر نکنم هتلی باشه که نقطه ضعفی بزی پیدا بکنه. بیننده‌های عزیز با ما همراه باشین. در کل همه طبقه بالا از که هسته از همه آلاچق ها جور شده درست و همه به یک شیپ به یک اندازه به یک سایز که قرار نیه که یعنی داخل هر کدام ما داخل شو کلگی یکیه و همین یک دانه نمایندگی از همه را میکنه. ما از فضای آزاد دوباره حرکت میکنیم تا ببینیم دیگه بخشا و دیگه فعالیت هایی که در اینجا میشه. دوستانی عزیز بازم تکرار میکنم این هتل که هسته به نام هتل دربار در قسمت تانگ مرکز ولایت هرات قرار داره. خب بیننده های عزیز ما آهسته از طبقه دومی از این پایان میشیم و
بریم که طبقه همکف یا طبقه اول یا زیر ببینیم که اتاق‌های بسیار مجهز و عالی داره. میتونیم که اتاق‌ها را هم به تصویر بکشیم و ببینیم که در این اتاق‌ها چی دکور و دکورشنی وجود داره. خیلی خوب میشه، واقعا خیلی عالیه. همه امکانات تجهیزات اینجا وجود داره. ما مثلا داخل میشیم اینجا. مدیر صاحب چشم ما به یک چیز خورد اینجا. خیریت باشه، یک کیک بسیار بزرگی. چیه اینجا؟ امشب پس حساب خب پس سپرایز کردین ما بیننده سپرایز میکنیم. خب این گفتین به مناسبت چیست؟ همین در اینستا دعوا شده بزرگ مناسبت. خیلی خوب خیلی خوب. یعنی شما در واقع امشب یک جشنی هم یک جشن داریم به خاطر موفقیت از هتل شما قرار برگزار کنین، درسته؟ و این کیک قرار قطع کنین. یعنی ما چقدر و بیننده ها چقدر خوشبختیم که به این مراسم ما هم تشریف داریم. خدمت شما هستم. من از این کیک یک لقمه میخورم. 100%. بیننده های عزیز با ما 100% همراه باشین و این مراسم را هم حتما به تصویر میکشم تا اینا از همین فعالیتی که اینا تا از 2 ماه یا 4 ماه گفتین 4 ماه انجام دادن، اینا قراره که بالاخره یک جشن بگیرن و به نمایش بگذارم که خوشحالی خوده. خیلی خوب میشه که ایران باز بخیر به تصویر بکشم. خیلی خوب دوستای عزیز، همراهان محترم و ارجمند، این طبقی که به بالا همو اتاقک‌های چوبی نشان دادم اینجا، باز اتاقک‌های که از خشت و گل و گچ و بالاخره از شیشه و پرده و از این چیزا جور شده و این شکل قالین و بالاخره بالشتک‌های بسیار منظم و در داخل هر اتاق یک منوی هم گذاشته که توسط از این میتونی همو فرمایش خود بالاخره برای پرسنل هتل ارائه کنی و اینا در خدمت باشن. خیلی عالی، خیلی منظم، دروازه بسیار مقبولی که وقتی بسته شود هیچ نوع صدایی نمیتونی احساس کنی. و اینجا میتونی آرامش احساس کنی، با خیال راحت بشینی غذا بخوری و از فضای بیرون در پشت پنجره لذت ببری. بیننده عزیز، حضور شما را در اینجا من میخوایم. چقدر خوب میشه که با یکی از بیننده های شما که اکنون ما رو میبینین با هم یک روزی با اینجا غذا بخوریم. کامرامان ما فکر کنم خسته شده و یک وقفه کوتاهی داشته باشیم. بیننده‌های عزیز، ما قبل از اینکه به آشپزخانه مراجعه کنیم، در داخل صحنی از این هتل یخچال بسیار مدرنی با دکورشنی عالی، با انواع و اقسام نوشیدنی ها و پیپسی ها که عبارت از سوپر کولا و فلان و بستان هر کس بالاخره به اساس امو سلیقه و علاقه خوب میگیره. ماست داریم خیلی خوب، ماست های کاملا عالی، آب معدنی، یعنی هر چیزی که اینجا نیاز باشه بسیار با راحتی فکر کنم ور میداری و بالاخره میکنی. خب همراهان عزیز، قراره که در این قسمتی از برنامه بریم داخل آشپزخانه و ببینیم که اینجا چی نوع غذاهایی جور میشه و برای مشتری‌ها داده میشه. با ما همراه باشین. فکر کنم فضای آشپزخانه، مدیر صاحب آشپزخانه اشتباه نکردیم، درسته؟ ماشاءالله ماشاءالله. قراره چیکار کنیم؟ ما رو با تجهیزات آشپزخانه سورپرایز کردین. بیننده‌های عزیز، از برخورد از اینا باید متوجه شویم که رستوران واقعا عالی رستورانه، یعنی باید امو بهداشت اینجا مراعات کنیم. مقصد اولین باریه که ما پلو آشپزخانه رو بپوشیم. باش که چی رقم بپوشیم، ما هر کار بلد نیم، بدل نگه با ما اگرمه. صحیح شده میتون؟ بیننده عزیز، شما را قدر دوست دارم که هر چیزی میپوشم، با ما همراه باشید. این قسمتی آشپزخانه و ما به دنبال سرآشپز میگردیم تا در این قسمت ما در کل راهنمایی کنه و متوجه میشم که در کل پرسنل آشپزخانه همه با یک یونیفرم منظم در حال کار کردن است. از این کلا فکر کنم مشخص میشه که یا اونا سرآشپزن یا اینا هن. السلام علیکم، وقت بخیر. خوبین؟ تشکر. اسم شریک؟ آقای حسینی هم. خیلی خوب، آقای حسینی، سرآشپز هتل دربار. رستوران دربار، بله بله. بیننده‌های عزیز، ما سرآشپز گیر کردیم بالاخره و اینا قراره که تمام تولیدات غذایی که در اینجا دارن با ما معرفی کنم و به تصویر بکشیم. مدیر صاحب، استاد عزیز،
در آشپزخانه دیگه شما در کل رئیسین دیگه، درست؟ بله همه چیز دست خود. در آشپزخانه چقدر پرسنل دارین؟ در آشپزخانه 9 نفر، خود ما 10 نفر. خود شما بله 10 نفر. خیلی بله خوب. شما دیگه سرآشپزین، درسته؟ بله خیلی همه خوب. چیز دست. در کل ما میخوایم در این قسمتی از برنامه غذاهایی که در هتل دربار تولید میشه، جور میشه و برای مشتری‌ها داده میشه، در کل از اون صحنه‌ای که جور میشه به تصویر بکشیم. اگر مهربانی کنیم همراه ما همکاری کنیم تا بیننده‌های عزیز ببینن. بفرمایید عزیز، اول از شما همه چیز به شما معرفی میکنم. خیلی خوب. ما از اینجا شروع کنیم. بله از این شروع. خیلی خوب، درسته. بیننده‌های عزیز، ما قراره که یک و یک تمام دیگ‌هایی که در اینجا هست و ببینیم داخل از اینا چی هست و چه غذایی داده میشه. مهربانی استاد. ماشاءالله از ما خو میفهمیم که برنج چیه و اینا رو توضیح استاد میدن. این چی هست استاد؟ برنج سفیده. برنج سفید. سفید بله. که برای چی استفاده میشه در کل؟ برای با سینی 3 نفره و 4 نفره و 2 نفره اینا داریم، برای از این استفاده میشه. خیلی خوب. میریم آهسته سمت دیگه بعدی، درست؟ ببینید چقدر با یک ظرافت عالی دروازه‌گاه‌های بسیار مقبولی که بالا میشه پایین میشه، بسیار فکر تو داغ گرم تو موجه هست. کفگیره که بسیار عالی، باز خود کفگیره قاب مخصوصی هم داره، یعنی نظافت اینجا واقعا مراد میشه واقعا. ببینیم داخل یزید چیست و این هم فکر کنم برنج و توضیح شما استاد بدین. بله برنج قابلی، کشمش و زردک و معمولنگ اینا. فقط ما از شما یک خواهشی دارم که من دیگه که بالام کنیم سریور همون یک چمچه هم بزنیم بالاخره. ببینیم که چی یک حسی داره. مقصد وقتی چمچه میزنه بیننده‌های عزیز کیفگیر که میزنن یک طعم و بوی خاصی بالاخره من احساس میکنم و انتظار ندارم که شما دیگه از پشت پرده تلویزیون او احساس داشته باشیم، ولی واقعا یک احساس بسیار عالی میده آدم. ادامه میدیم ببینیم که در دیگه بعدی چیه و چی فعالیت اینجا میشه. باز کنین استاد. واو، این هم برنج خب مقصد چی هسته استاد توضیح میدن. این برنج لالافره، کچری گوشت لند. کچری گوشت لند که مشهوره به ایران، نه؟ مشهوره بله. کچری گوشت لند، یعنی اینا در کل گوشت لند، درسته؟ خیلی خوب. خیلی خوب. این گوشت لند بیننده‌های عزیز و هم کیچیریه که تو به یک حالت بسیار عالی و پروفشنالی ساخته شده. همراهان عزیز به هرات بیاین، به دربار نیاین، فکر کنم داره و دارین. بریم دیگه بعدی رو ببینیم که داخل دیگه بعدی چیه. درسته؟ خب خیر، به خاطر به تصویر بیای بازم باز بکنیم، درسته؟ این در این دیک هم به خاطر از اینکه مشتریای فراوان اینا دارن به کمبود قابلی مواجه نشن، یک دیک دیگر هم همونطور به اصطلاح زاپاس قابلی جور کردن. ادامه میدیم که در آشپزخانه دیگه بخش خوراکیایی که اینجا دارن چی هست و چگونه پخته میشه در کل. ما در این قسمت باز هم به دیکای بسیار کلونی برخوردیم و یک عالم گوشت پخته شده، ولی توضیح استاد میدن. سازی گوشت مایچه داره و گردن گوشت گوسفند اینا داخل یک دیگه از یک دیگه هم اضافه این ذخیره دیگه، هم گوشت ما شکر خدا خوبه، هم زاپاس داریم یک دیگه اضافه داریم. از پخت ازی تا اکنون چقدر وقت میگذره؟ 2 ساعت 2 نیم ساعت طول میکشه. 2 نیم ساعت پیش شروع کردین برای پختن ازی؟ بله بله، یعنی حال تمام حالا آماده برای خوردن. آماده برای خوردن بله. گوشت نرم نه؟ بله نرم. خیلی درست. و در داخل ازی خب ادامه در داخل ازی هم این شکل متو گوشت و برای از که کمبودی نداشته باشن. ما دیگه بعدی رو باز میکنیم ببینیم چیه. ما خو اینا رو نمیشناسم واقعا. اینا چیه؟ نه سوپ رشته. سوپ رشته. سوپ دوستا دیگه توجه خود خوب سعی جلب کنین که در داخل هتل دربار سوپ هم با نیت کیفیت و تو یک پاکی منظمی داده میشه. در دیگه بعدی ببینیم چی هست. این هم خوب طبقی که بیننده‌های عزیز میبینیم پیش از که استاد توضیح بده من میفهمم که قرمه دیگه، ولی که چی ملحقاتی چی از چی جور شده ای استاد توضیح میدن. این دیگه لپه بیشتر گوشت گوسفند داره، بیشتر گوشت گوسفنده. گوشت گوسفند؟ بله گوشت گوسفنده و لپه. بله قیمه. اینا در کل روغنه؟ بله این روغنه. خیلی خوب. این گوشتی. روغن دوستا توجه کنن باز. بیننده‌های عزیز توجه من اما اول هم که به داخل آشپزخانه داخل شدم ظرفای خاصی از اینا توجه من را جلب کرد. یک رنگی کاملا عالی، فکر کنم از جنس مسه و بسیار شیب‌های عالی داره. ما بریم به قسمت ظرفای از اینا که چگونه ظرفای دارن و برای مشتری‌ها با این سیستم سلیقه‌های متفاوت
قراره با این ظرفا غذا را توزیع کنن. در این قسمت تمام ظروفی که در آشپزخانه و نیازهای آشپزخانه هست در داخل از این است. تو فکر کنم تا داخل از این دیگه حتما شربتی، آبی یا دوغی هر چیزی که ضرورت باشه ریخته میشه. در این هم که هست لیوان های که توسط از این همون دوغ و آبی چیزی که ضرورت باشه خورده میشه و همچنان خوشخوابای کلان و خورد برای 3 نفر، 5 نفر، 2 نفر اینا هست و توزیع استاد میدن. استاد انتخاب از اینا به دست کی بوده؟ انتخاب از اینا دست خود منه. تمام آشپزخانه من ظرف مثل خیلی علاقه دارم. این مسی بوده، اشتباه نگفتم؟ بله مسی 2 نفره و 3 نفره و به همراه تک نفره و جعد و دوغ لیوان همه چیزی مس. تمام ظرفایی که شما در آشپزخانه استفاده میکنیم همه از مس، درست؟ بله همه از مس. خیلی خوب. تشکر از اینکه وقت دادین و زحمت کشیدین و آشپزخانه خود با ما معرفی کردین. السلام علیکم، وقت شما بخیر. خوش آمدین. قربان شما. تشکر. شما خوبه؟ شما خوبین ان شاء الله؟ خیلی خوش آمدین. چیزی با انرژی. زنده باشید. ما همیشه با انرژی. قربان شما. اسم شما؟ اسم من معروف علیزاده. خیلی خوب. شما در بخش فست فودی داخل هتل دربار فعالیت میکنین، درسته؟ بله، تخصص ما بمی کلا در بخش فست فود که هر نوع پیتزا، برگر، پاستا، سزار، آن چیزی که مربوط به فست فود میشه ما در خدمت شما. خب استاد عزیز، شما گفتین تخصص دارین، درست؟ بله، خوشبختانه. تجربه شما در کل در کدام کشوره؟ تجربه من به ترکیه، ایران، دیگه خود داخل افغانستان. پیتزای اولیترین پیتزایی که اینجا شما تولید میکنین یا پخته میکنین به چنده با مشتری میفروشین؟ ببین، پیتزا انواع و اقسام مختلف داره. شما به نام یک پیتزا، به نام پیتزا شما آن چیزی که پیتزا میگین از اساس خمیر و پنیره. شما اگه خمیر و پنیر خورد خوب عالی درست کنین، آن چیزی که مواد غذاییت و سبزیجات شما به داخل بندازین پیتزا میشه، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی خوب. اما پیتزایی که ما در اینجی به مشتری ها خود ارائه میکنیم فوق العاده تخصصیه، همه چی از خود یک ریسیپی داره، یعنی ملله. شما به هر کشوری که بریم بگیم پیتزا روسپیف، برای شما اون پیتزا روسپیف میدن. به اینجی هم که بیاییم پیتزا روسپیف میدن، یا مثلا پیتزا گوشت و قارچ به شما میدن، یا مثلا پیتزا مرغ و قارچه. اینا همه ریسیپی هایی که ملله، یعنی به تمام دنیا که شما برین، چون بخش فست فود ملله، یعنی بین المللیه. دیگه ما اینجی پیتزا مخصوص خود ما هست، همگی خود ما طراحی میکنیم، انواع و اقسام برگر داریم. دیگه اونام همگی هیچ چیزی ما از بیرونی نداریم، همه چی تولید داخل همه آشپزخانه. خیلی خوب. از 0 تا 100 یک پیتزا که شما پخته میکنین چقدر وقت میگیره تا یک پیتزا از 0 تا 100 جور میشه؟ ببینیم پیتزا بخشای مختلفی داره. شما اول خمیر رو درست میکنین، خمیر خودی و زمان بره، چون اول همون مواد خمیری داره درست میکنین. بعد از او که او به دست بیایه باز میگذاریم که او رو کمی خور آماده کنه خمیر. بعد از او باز که آماده شو چونه میگیریم، به داخل تاپینگ میکنیم، نگه میداریم اور که خوب برسید. ای از بخش خمیر. از بخش موادی که هست مثلا مثل روسپیف قبلا آماده میشه، گوشتی و پخته میشه. بعد از پخته شدن ای کلان مرینت میشه، آماده میشه. ای هم بخش جدا. آخرین مرحله تاپینگه که شما خمیر خور میارین به داخل مثلا رو میز، گوشت میارین، سس بزنین که در کل میشه تاپینگ. که حالا من به حضور شما یک پیتزا رو تاپینگ میکنم که خود شما ببینین، چون او چیزایی که قبلا آماده شده خوب آماده شده دیگه. متاسفانه نه وقت شما کفاف میکنه، نه ما
حالا من به شما یک دونه پیتزای روسپیفی تاپینگ میکنم که شما ببینید. بیننده عزیز حتما بیننده ای بخش باشین تا استاد بالاخره همون پیتزا را با ما با نمایش میگذاره. خیلی عالی توضیح دادن و پیتزا دوستا دیگه خب صحیح متوجه شدن گپ چیه، درسته؟ واقعا این جالبه چون خودم آشپزم ای خود صفتی نشه. وقتی که دوستا بیاین به اینجی پیتزا رو بخورن وقت معنی واقعی طعم پیتزا رو احساس میکنن که چی نوع پیتزای تمام چیز از این رو فرمول حساب شده. فکر نمیکنم قول بر اینا میدم که به دیگه جا همچین پیتزا و همچین طعمی نخورده باشه. خیلی خوب، از بیننده عزیز میگیم که حتما بیان اینجا پیتزا بخورن تا دستپخت استاده طعم دستپخت استاده بچشن، درست؟ باشه. ما میریم اما قسمتی که شما پیتزا رو تولید میکنید، درسته؟ جور میکنیم. خب بیننده عزیز، سرآشپز ما اینجا قراره که بالاخره پیتزا را جور بکنه و به پختن آماده بسازه. طبقی که در تصویر میبینیم فکر کنم خمیر پیتزایی و اونام همون ملحقات و همون چیزهایی که نیاز داره. استاد میشه توضیح بدید؟ خیلی خوب. خمیر بسیار عالی. خیلی خوب. بعد سس دستاز خود بانه، سس کف پیتزا بریم بگن که او اسم دگی رو نمیگم، همین تا آمیانه میگم. سس کف پیتزا. بعد از او پنیره که پنیر با هم میکس شده. خیلی خوب. یک نوع پنیر نیست، پنیر میکس شده است که هم از موزارلا هم از پروسس ترکیب شده. خیلی خوب. بعد از او ما اینجا گوشت داریم که قبلا مرینت شده. گوشت خالصه که شما مشاهده کنین هیچ چیزی دیگه قطعی نداره بجز گوشت خالص. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز، واقعا پیتزا ساختن هم آسان نیست دیگه. بالاخره ما ظرافت‌ها خوردار و حوصله‌مندی بسیار زیادی میخواد تا یک پیتزا جور میشه و ما راحت خورده روانیم. اینا چی خود ما سیمارغ میگیم. سیمارغ. اینا سیمارغ بلانچه. خیلی خوب. اینا سیمارغ شما بیشتر از یک روز نگهداری کرده نمیتونیم. باز اینا رو ما بلانچ میکنیم که نگهداری از این برای ما آسان باشه که هر زمانی که خواسته باشیم نگه بداریم. خیلی خوب. این مواد زرینه. بعد از او خمیر میگذاریم، پنیر میگذاریم. خیلی خوب. فکر کنم در پیتزا بیشترین چیزی که استفاده میشه پنیره، درست؟ هر چیزی رو فرمول خود داره. همون مقداره که نیازه ما استفاده میکنیم اینا بر اساس گرمه. شما نمیتونیم مثلا داخل یک پیتزایی که مثلا کوچیک به اندازه 22 سانته 200 گرم پنیر بریزیم یا مثلا 80 گرم پنیر بریزیم. هر چی هست بر اساس همون پنیر و مقدار فرمول اینه. شما خارج از فرمول نمیتونیم بریزیم. اینا به انجرومیه که ما میریزیم روی دیزاین میکنم. اینا هم قارش دوباره که من روی اینا به اصطلاح سیمارغه. اینا فلفل دلمه. اینا فقط برای دیزاینه و کمی هم تنبندی. و اینا چی هست؟ اینا زیتون سیاهه. این پیتزای ما فعلا تاپینگ شد که آماده میره به داخل فر میره. داخل فر. یا اصطلاحی وطنی بگیم داش. بله. این آماده شد و قراره که به داش یا فر بگذارن تا همون فر ما فول اتوماته که نیاز نداریم که شما وقت گیر میگذاریم تا 10 دقیقه دیگه از حال این از اون طرف پخته بیرون میشه. 10 دقیقه بعد آماده 10 دقیقه آماده برای خوردن میشه. ما در اونجا استاد چیزی توجه من جلب کرد، یک ظرفای چوبی دیدم اینجا. بله. درست؟ و اینا رو هم اگر توضیح بدن که چی هست؟ اینا ظرف چوبیه به اصطلاح مخصوص پیتزاه برای سرو کردن پیتزاه. برای سرو کردن. بله. به داخل از این ما پیتزا رو سرو میکنیم یا برگر به اون اندازه‌های مختلف موجوده. خیلی خوب. چوب از این هم چوب فوق‌العاده‌ایه که شما قابل شستشوه. در این قسمت اینا پکایه که با انواع و اقسام به حساب جعبه پیتزاه و تمام وسایل پیتزایی که بیرون بر استفاده میکنیم. این دستگاه مونه که مثلا استفاده میکنیم، جعبه برگر مونه، جعبه بیننده
بیننده‌های عزیز پیتزا آماده شد و برای سرو کردن. اما تو برابر منظم با یک کارد بسیار خطرناک استاد آمده من که چه سر میزنه سر واو بیخی. اما تو با لقمه های بسیار عالی که فقط بگیری استفاده کنی. اما تو تایت به اصطلاح وطنی بگم دروگر میرن پاش دادن و قراره که ایر بخیر ببرن و مشتری بدن. درسته؟ این دیگه تمام شد. از فر بیامد بیرون آویشن هم روی بزدیم. خیلی خوب. دیگه آماده که سرو شه برای مشتری. بفرمایید بیننده‌های عزیز پیتزا آماده برای صرف طعام. درسته؟ نوش جان اینا. بخیر باشین. اگر اجازه باشه بالاخره از این کلا رخصت شویم. این کلا رو میشه یادگاری پیش خود داشته باشم. بیننده‌های عزیز ما کلا رو پیش خود یادگاری می داشته باشیم. در این قسمت یک قرفه است ولی نمیفهم چی فعالیت میشه. مدیر صاحب این قرفه چی است؟ یه جوسه جان که هست بخش به حساب آب میوه و انواع قهوه و چای ایناه. خب خیلی جالب. در هتل دربار آب میوه، چای، جوس، قهوه، اسپرس همه چیز اینجا هست. همه چیز هست. یعنی این قرفه که در قسمت نوشیدنی با بده که در کل درسته. میشه که ایران ما به تصویر بکشیم اول ببینیم چی یک دکورشن عالی داره که توجه مشتری حتما به طرف خود جلب میکنه. درست؟ و ما قراره که بریم داخلی. درسته مدیر صاحب؟ خیلی خوب. بریم ببینیم که نوشیدنیایی که در اینجا جور میشه. سلام برادر، خوبین؟ وقت بخیر، صحت خوب؟ قربان شما. در اینجا یک فضای یخیه ماشاءالله. فقط نوشیدنی باب تولید میشه. درسته؟ و این هم شاید دستگاه باشه. قهوه سازه بله. فقط قهوه میسازه؟ بله سازه. خیلی خوب. قهوه شما گفتین چیه؟ اسپرسو. قهوه اسپرسو هم داره، کاپوچینو هم هست، چای مخصوص هم هست، همه چیز هست. خیلی خوب. بله. خیلی خوب دوستان. یعنی همه بخش‌ها را هتل دربار مد نظر گرفته و ما همراه باشیم. همراهان عزیز، طبق وعده که دادم امشب اینا یک مراسم و یک تجلیلی دارن و قرار بزی بود که کیک قطع شوه و یک لقمه را ما بخورم. مروانی مدیر صاحب بفرمایید. حاجی پدر بخورم. واو واو. همگی با هم دست بگیریم و کیک قطع کنیم. واه واه واه. مبارک باشه. مبارک باشه. برای همه مبارک. برای همه مبارک. خیلی خیلی خوب. این آجی کوکا خوب سه کیک قطع کردن و آماده برای خوردن و نوشیجان کردن. کوکا باش که بگیریم یک ما هرچند وعده داده بودم که اولین لقمه را میخورم ولی به خاطر مو عرف و عنعنات و فرهنگ و ادب و احترام اولین لقمه را ما به کاکا میدیم. بیننده‌های عزیز کاکا افتخار دادیم که اولین لقمه کی که با شما بدیم. مگرم خود شما هیچ امکان نداره کاکا. موی شما سفیده. ماشاءالله. مبارک باشه. مبارک باشه. و من از کاکا خواهش میکنم که لقمه دومی کی که به ما بده. صحیح کاکا؟ خدمت شما. بیننده‌های عزیز لحظات و خاطراتی که هیچ وقت فراموش نمیشه و اینا همه محبته. بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ادامه برنامه و قرار بالاخره کیک بین همکارا صرف شوه و خورده شوه. تبریک باشه. تبریک باشه. تبریک باشه. بیننده‌های عزیز، این بود برنامه ما که به پایان رسید و هتل دربار را با تمام خدماتی که انجام میداد به تصویر کشیدیم. بیننده‌های عزیز، اگر دوست دارین که برنامه‌های جالب و جذابی برای شما تهیه کنم، لطفاً در زیر کامنت بنویسین، جاها و لوکیشن ها را مشخص کنین تا هرات باستان برای شما به تصویر بکشم. تا برنامه بعد بدرود.